یک مسئله دیگر که خیلی مهم است و باید حتما بگویم چون اگر نگویم خوابم نمیبرد. سلام و درود به تک تک شما تماشابینان مهربان و عزیزان دل. صحبتم را میخواهم با این جمله آغاز نمایم: گناه این مرد چیست؟ در آغاز از شما خواهش میکنم که تا آخر نوار تماشا کنید تا درکی همه سخنهای گفته من را داشته باشید. اول میخواهم دو جمله از بزرگان سخن بگویم، چون ما باید در هر عمل خود باعثی آموختن همدیگر شویم، وگرنه از این نوارها و سخنها هیچ فایده نمی برداریم مگر گذرانیدن بیهوده وقتی گرانبهای خود. ابراهام لینکلن، یکی از آزاد کنندگان سیاه پوستان امریکایی از غلامی، میگوید چیزهایی که من مایل به دانستن آنها هستم در کتاب وجود دارد و بهترین رفیق من کسی است که کتاب به من بدهد که آن را نخوانده باشم. سید مراد دولتوف یک انسان است و مثل همه ما و شما خطاگی ها، خوبی ها و کمبودی ها و نقص های انسانی خود را دارد و من میخواهم در این نوار هم تنقید کنم و هم توصیف او را، مخلصانه و بدون کدام عداوت شخصی. صفت خوب او این است که مردم را به خواندن و دانش آموختن دعوت می کند و برای من این صفتش خیلی پذیرفتنی است و زیاد جوانان را دیدم که به دعوتهای او کتاب خوان شدند. تشکر به این کاری خوبش. و اما چیزی که در او دوست نمی دارم و بسیاری ها نیز این کاری او را زشت می دانند این است که کمبودی های زیاد در صحبت زبان تاجیکی دارد که این می تواند ضرری عمومی نه تنها به خود او بلکه به تمام جوانان داشته باشد. سخن راندن با زبان تاجیکی با استفاده 50% کلمه های روسی که او استفاده می برد قابل قبول نیست، چون چنانه که در بالا ذکر کردم این می تواند ضرر عمومی داشته باشد. ضرر عمومی را به شما شرح می دهم. امروز هر آن نفری که در جامعه مشهور می شود او در نزد عده از مردم همچون الگو و استاد قبول کرده می شود و عملهای او را مردم تکرار می کنند و به همین خاطر نفری شناخته و معروف موظف است، یعنی وظیفه‌دار است که مردم را تربیت درست معنوی و فرهنگی کند و باعث آن نشود که در زبان مادری خلل ایجاد کند. مسئله دوم که خیلی ها او را تحقیر می کنند و ریشخند می زنند این است که می گویند او در زبان روسیش خطاگی های زیاد دارد. مردم عزیز، زبان روسی زبان مادری او نیست که شما او را تنقید و مسخره کنید. سید مراد دولتوف ایوانوف یا سرگی ولادیمیروویچ نیست که زبان روسی را به خطا و مثل روس ها صحبت کند. بعضی ها خود در زندگی 4 جمله درست روسی را نمی دانند اما به دیگران تحقیر کردن را روا می دانند. من به این شخص احسن می گویم واقعا که با همین زبان روسی که نه چندان خوب است توانسته است در آسیای میانه در میان دیگر مردم ها جای خود را پیدا کند و این باید باعث خوشنودی هر یکی ما و شما باشد. بس از همدیگر بدبینی. این را دانسته باشید که به خرد و ناکس نشان دادن دیگران هیچ وقت خود بزرگ نمی شوید و بد کردن دیگران این عمل نامردی و بیرون از حدود مردی است. تنها ظالمان را می توانید ناکس نشان بدهید. در مورد رقصیدن او که باعث خشم همگان شد و سیلی تنقید و بدگویی به او روانه کرده شد نیز میخواهم چند جمله بگویم. به همه شما این سوال را میدهم: کدام شما بیگناه هستید؟
کدامی که بیگناه است دست خود را بردارید، دستان خود را بردارید. فکر میکنم هیچ کس دستش را نبرداشت. متاسفانه ما تاجیکان بدیهای یک شخص را خیلی زود میبینیم، اما در کوشش او نیستیم که خطاگی را در خود پیدا کنیم، ضعف را در خود پیدا کنیم. بعضی ها گفتند که سید مراد دولتوف در یک نوارش مردم را به خواندن قرآن دعوت کرد، اما خودش رقاصگی میکند. خنداورش این است که امام علی رحمان همیشه از ایمان و قرآن میگوید و نیز چندین بار حج کرده است، حتی تا آخرین نقطه خانه خدا را که نه همه میتوانند داخل شوند داخل شده است، اما از رقاصگان نامی تاجیکستان است و شراب را مثل چشمه های ورزاب می نوشد و تخانهش پر از کنیک و نوشابه سپیرتی است. هیچ کس به او چیزی نمیگوید، چون می ترسند بعضی به نام عالم و فرهنگ شناس و دیگر در تاجیکستان همه را تنقید میکنند به جز کارگران حکومت. اما در اصل تنقید باید به آن نفرانی کرد که مسئولیت دولت و ملت را به عهده گرفتند و به جز از شکمهای حرام خود پروای دیگران ندارند. سید مراد دولتوف حقی هیچ کس را نخورده است که اینقدر به او بدگویی کنید. حق شما را امام بوزهای دربار گوسفند پرور و پیشوای خودخوانده میخورد. او را تحقیر کنید، او را تنقید کنید، نه یک شخصی را که شما را به خواندن کتاب دعوت می کند. سید مراد دولتوف در کتاب من و پول به خطاگی های زیاد راه داده است و خیلی زیاد از کلمه های روسی استفاده کرده است و کتابش خیلی صفت پست دارد. این را باید بگویم، کتاب نباید چنین ساده نوشته شود که تنها کلمه های کم شمار و بیرون از زبان ادبی باشد. کتاب این مغز علم است و نباید چنین برخورد به کتاب کرد و تنها در پی فایده پول او شد. کتاب باید باعث بلند کردن معنویت انسان شود. در آن وقت می توان خدمت کرد. هر کسی که به این باور است که می تواند بیرون از چارچوبه علم به مردم علم و دانش و معرفت بیاموزد خطا می کند. یک مسئله دیگر که خیلی مهم است و باید حتما بگویم چون اگر نگویم خوابم نمیبرد. بسیاری ها کوشش میکنند در مسئله اسلامی مولا باشند، در مسئله تاریخ شناس باشند، در بابت کشاورزی دهقان. آخر هر موضوع به خود متخصصی دارد، یا اینکه همه از پیشوایی با 1000 رتبه که هر روز دیپلمی یک دانشگاه را میگیرد و تنها همین مانده است که پر برآورد و پرواز کند، آموختند که باید خاله همه کاره شوند. سید مراد دولتوف به اشخاصی مثل شما ملت نیاز دارد و شما نیز کوشش کنید عادی بگویم هر جا پرکی نکنید. اگر مولا یا متخصص دین نیستید بهترش همون کاری را کنید که آن را می توانید. خود دیدید که تنها یک سخن شما گفتید که آن سخن به عمل شما برابر نآمد چقدر مردم را از شما دور ساخت و شما را زبان کوتاه در پیش مردم کرد. چون وقت شما از دین صحبت می کنید مردم از شما انتظار آن را دارند که همچون نفری دیندار رفتار کنید. می‌فرمایند هر کسی را بهر کاری ساختند، مهر او را در دلش انداختند. به همان خاطر کاری را انجام دهید که از عهده او میبراید. راستگویی را برای خود وظیفه کنید، چون دهان راستگوی تا ابد قائم است، ولی زبان دروغگوی تا یک میجه زدن. کسی نصیحت را دوست دارد دانش را دوست می دارد، ولی کسی که از نصیحت نفرت دارد مثل حیوان می ماند. با همه کمبودی هایی که داری 1000 بار بهتر از همه ای وزیرانی کارنابرایی کارناشایدی حکومت رحمان هستی.
افسوس که از دنغره نیستی، از دهه پیشوای روغن زردخورد نیستی. اگر می بودی امروز وزیر صناعت بودی. صحبتم را در اینجا به انجام می رسانم و به شما سید مراد دولتوف روزهای نیک و پیشرفت هنگفت را آرزو دارم. از تماشابینان عزیزی که این نوار را تا آخرش تماشا کرده اند خواهش می کنم یک جمله نویسند: من این نوار را تا آخرش تماشا کردم. آبونه شوید، نوار را باز پخش کنید. تشکر. و می خواهم باز بگویم که شما می توانید با بازپخش کردن این نوار علم و مدنیت را دستگیری کنید. خداحافظ.